این هفته موزه رشت از تعدادی فرش دستبافت ابریشمی با قدمت 100 سال رونمایی کرد که به مناسبت هفته رشت در معرض دید عموم قرار گرفت. در این باره با میثم نواییان، کارشناس ارشد اداره میراث فرهنگی گیلان، گفتگو کردیم. ما تو موزه رشت 5 تا فرش داریم که به نمایش گذاشتیم. یه زمانی یک شهردار بسیار با فرهنگ و با شعوری داشتیم که این شهردار اومد تمام گداها و متکدیان شهر رشت رو جمع‌آوری کرد. اگه بیمار بودن تیمار کرد، بهشون غذا داد، جا داد. اوستاکارم از کاشان آوردن و یه جایی مستقر کردن و اینها شروع کردن به آموزش فرش بافی و روشون می‌نوشتن بلدیه رشت دارالمساکین و تاریخ میزن 1305 1306. بالای این فرش‌ها شناسنامه کوچکی وجود دارد که نشان می‌دهد در مکانی با نام دارالمساکین رشت بافته شدند. سینا طارمی، محقق و مدیر رسانه راتانی، درباره اینکه دارالمساکین رشت چه بوده و چه ارتباطی با دست‌های بافندگان این فرش‌ها دارد، می‌گوید توجه به سازماندهی فقرا در رشت از سالها قبل شروع شده بود. حداقل از قحطی سال 1296. ما می‌دونیم که قحطی بزرگ سال 1296 باعث شده بود که جمعیت زیادی از آذربایجان، قزوین، همدان، کردستان به گیلان مهاجرت کنند. این مهاجرت ناشی از فقر مشکلات زیادی رو در رشت به وجود آورده بود، از جمله رواج تکدیگری. محمد علی گیلک در کتاب تاریخ انقلاب جنگل بعد از قحطی سال 1296 از وجود مؤسسه‌ای به نام خیریه نام میبره. اون معتقده که نظیر این خیریه تا اون زمان در ایران وجود نداشته و این خیریه باعث نجات جون هزاران ایرانی در برابر قحطی بوده. از زمان شکست جنبش جنگل تا مرداد سال 1305 ریاست بلدیه رشت در دست نظامی ها بوده. یعنی ما در اون بازه زمانی 4-5 ساله شهردار غیر نظامی انتخابی به اون معنا نداشتیم. شهردارا عموما نظامی و اعزامی بودن. روزنامه پرورش در 2 خرداد 1305 در مورد قالیبافی در دارالمساکین رشت خبری منتشر میکنه. یعنی در زمان ریاست محمد غفاری، آخرین شهردار نظامی رشت در اون بازه زمانی. در دارالمساکین 6 دستگاه قالیبافی دایر بوده و زنهای فقیره برای اینکه از شغل تکدی مستخلص سازند به شغل قالیبافی داخل و قریباً 6 تخته قالیچه به اتمام میرسد و 6 دستگاه دیگر هم تهیه نمودند. 3 دستگاه پارچه بافی دایر شده است و آقای زهری مدیر دارالمساکین نواقصات او را پیشنهاد نموده که پس از تکمیل نفرات مردانه و زنانه دارالمساکین لباسهای وطن متحدالشکل تهیه نمایند. ما وقتی میگیم گداها و متکدیان جمع میکردن، یعنی ما وارد یک انقلابی میشیم از لحاظ نوع تفکر و شهرنشینی که آقا دیگه گدا بودن و متکدی بودن در شب مذمومه. رشت لقب دارالمرز داشته که درست سکه های مختلف وجود داره. دارالمرز یعنی چی؟ یعنی اینجا دروازه اروپا بوده، یعنی گیلان دروازه اروپا بود. مردم همیشه جز اولین ها بودند و من جمله تئاتر، داروخانه، آسایشگاه، آموزش پرورش، این هم یکی از اون اولین هایی است که به نظر من کمتر شناخته شده هستش. در سال 1305 از بودجه تقریباً 12300 تومانی شهرداری ماهانه 593 تومان به دارالمساکین اختصاص پیدا کرده بود که مبلغ قابل توجهی بود. در اون سال 75 نفر مرد، 22 نفر زن، 7 نفر پسر بچه و 8 نفر دختر بچه مشغول به کار بودن در دارالمساکین. زنها بیشتر کارهای صنایع دستی مثل پشم‌ریسی، قالیبافی و پارچه بافی انجام میدادن و مردا به خدمات عملیه بلدیه مشغول بودن. و این فرش رو شهردار وقت ازش رو می‌خرید و به مناسبت‌های مختلف هدیه میداد. در واقع نوعی کارآفرینی برای طبقه که مشکلات معیشتی داشتن. ما در سفرنامه آقای سعید نفیسی مربوط به سال 1306 مطلب جالبی میخونیم. ایشون نوشتن: شب اول فروردین 1306 که وارد رشت شدم مثل این بود که به مملکت دیگری غیر از ایران رسیدم. در سبز میدان
از اتومبیل فرود آمدیم. اولین تعجب من این بود که چرا گدایی نرسید و دست خود را دراز نکرد. بعد معلوم شد گدایی در گیلان منسوخ شده و این متاع خریدار ندارد. در زمانی که این فرش‌ها بافته شده، یعنی حدود 100 سال پیش، و زمانی که بحث استان یک بوده یا استان اول، کاشان جزئی از استان گیلان بوده و این روابط فرهنگی توشون وجود داشته. ما اینجا ابریشم داشتیم، اونها استادکار فرش داشتن، طرح داشتن و اونها اومدن آموزش دادن. ما وقتی که میایم نوع فرش‌ها رو می‌بینیم، بعد باید بیام اینو مثلا مقایسه بکنیم تنوع این طرح‌ها رو با رشتیدوزی، با چادر شب، با صنایعی که دستی که امروزه از بین رفته. مثلا ما توی لاهیجان یه صنایع دستی داشتیم به نام شربافی که امروزه مثلا فامیلی شربافی، محله شربافان وجود داره اما خود صنایع دستی دیگه وجود نداره. مثلا ما صنایع دستی داشتیم به نام زریدوزی یا دارایی بافی. مثلا کلمه دارایی ریشه اونجوری داره، یعنی صنایع دستی داره. خب ما امروز توی یزد مثلا اینو داریم که مثلا شربافی داریم، یه خیابونی بزرگی داریم به نام شربافان. ما وقتی باید این نقوش رو با هم دیگه مقایسه می‌کنیم، یه سری چیزهای مشترکی توی ما وجود داره. دکتر نگهبان در حفاریای مالکش میگه که اقوام مالکی بر اساس زلزله‌ای که اتفاق میفته میان کوش میکنن، میان تپه ب سیالک کاشان رو تشکیل میدن. تپه ب سیالک کاشان تو کتاب دکتر نگهبان در کتاب حفاریای مالکش اینو آورده. یعنی اون پیشینه تاریخی بین گیلانی‌ها و کاشانی‌ها شاید بگم که 3000 سالی که وجود داشته و چیز عجیبی نیست و اون ریشه توشون وجود داشته. به همین خاطر شما نوع ظروفی که تو تپه ب سیالک رو می‌بینین دقیقاً شبیه اون چیزی که تو مالک وجود داره و به همین خاطر من میگم که این که ما زمانی که استان اول بوده و ما با کاشان تو یک استان قرار دادن و ما این استادکار کاشانی آوردن، شاید یه سری از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، رفتاری یه شباهت‌هایی با هم دیگه ما داشتیم. و خلاصه اینکه به بهانه نمایش این فرش‌های قدیمی در هفته رشت باید گفت اولا بر سر انتخاب تاریخ 12 دی به مناسبت روز رشت مناقشه و اختلاف نظر جدی میان صاحب نظران وجود دارد و بهتر است با اجماع نظر در این مناسبت بازنگری صورت گیرد. دیگر اینکه متاسفانه تعمیرات موزه مردم شناسی شهر رشت به عنوان تنها موزه مرکز استان مدت هاست به اتمام نرسیده و به این دلیل از ظرفیت نمایش تمام آثار تاریخی موجود در این موزه استفاده نمی گردد، در حالی که گنجینه های انبار شده در خزانه موزه در صورت ارائه در فضای مناسب می تواند به عنوان یک پتانسیل فرهنگی پیشینه تاریخی گیلان را بیشتر معرفی کرده و به نفع گردشگری استان و شهر رشت باشد.